هم دوستان تاجی یه فیلم داریم که خیلی صحنه‌های دلخراشی داره، به خاطر همین توصیه میکنم فقط برای لونگیا بفرستین ببینن، چون این گل‌هاشو دیگه ثبت و ضبط شده داریم، بفرستین واسهشون نگاه کنن. باید به حساب خداداد عزیزی نوشت. او یک دریبل سراپا داد به نادر باقری و عالی کار کرد و دومین گل رو باز. اما بجز شکست ناباورانه پرسپولیس، این بازی یه ویژگی دیگه هم داشت. بعد از گل مهدی فلامرزی نوبت به استعدادی از خطه خراسان رسید که به فوتبال ایران یادآوری کنه چه اعجوبه‌ایه. خداداد عزیزی در این بازی 2 گل زد، یه پنالتی گرفت و روی 6مین گل تیمش هم نقش موثری داشت تا راه طولانیشو در جاده موفقیت از همینجا آغاز کنه و چند سال بعد تبدیل به یکی از ستارگان فوتبال ایران بشه. این هم از عجایب بازی‌های شیشیچه که انگار با دوربین سر ناسازگاری داره. در این بازی هم فقط کیفیت گل‌های اول و دومی که ضبط شدن مناسبه و از بقیه گل‌ها چیزی جز همین تصاویر بی‌کیفیت باقی نمونده.